بیایید درباره جشن نوروز صحبت کنیم. بیا که نوروزه دنیا دو روزه تا آدمی جون دلم چشان خوبرسون زربینه که قدر تو کمون. نوروز بزرگترین جشن ملی نیاگان ما به حساب رفت، دارای تاریخی هزار ساله ها می باشد. در تاریخ فرهنگ مردم ایرانی هیچ یک عنعنه و رسم و آیین چون جشن خجسته و فرخنده نوروز عزیز و ارجمند و کهن‌تر نیست. نوروز پیوندگری نسل امروز با رسم و آیین، ارزش‌های استتیکی، مهر و صداقت و عنعنات نیاگان می باشد. جشن نوروز از قدیمترین و بزرگترین عیدهای مردمان ایرانی تبار بوده، عمر درازی بیش از 5000 ساله دارد. طوری که از نام آن برمی آید نوروز روزی نو معنی داشته در اولی سال نو خورشیدی با استقبال سال نو برپا می شود. نوروز جشن فرارسی بهاری نازنین، زنده شوی طبیعت، آغاز کارهای کشاورزی و باغداری، ایامی برابرشوی شب و روز در بهار می باشد. نوروز جشن است تمام عالمی طبیعی را زنده می نماید و دهقانان به کشت کردن آغاز می کنند. از نگاه حساب ستاره شناسی نوروز روزی است که آفتاب به برج بره وارد می شود و در همان دقیقه و ثانیه که وارد شد موافق سرچشمه های تاریخی نوروز را در اول ماه فروردین که با سال شماری امروزه ما به ماه مارت راست می آید جشن می گیرند. اکثریت سرچشمه های تاریخی با آن دلالت می کنند که نوروز در دوره سلطنت پیشدادیان در زمان حکمرانی شاه جمشید پیدا شده است. اگر به تاریخ نظر افکنیم می‌بینیم که دوره سلطنت شاه جمشید دوره عدل و انصاف و پیدایش یکچند جشن‌های سنتی و آیین‌هایی که از زمان زردشت باقی مانده بودند و پررنگی قید می‌شدند. برگزاری جشن نوروز در زمان ساسانیان چند روز نه کم از 6 روز طول می‌کشید. آن زمان جشنگیری به 2 دوره تقسیم می‌شد: نوروز کوچک یا نوروز عامه که 5 روز بود و از 1 تا 5 ماه فروردین گرامی داشت میشد و روز 6 فروردین خردادروز جشن نوروز بزرگ یا نوروز خاصه برپا میگشت. نوروز خصوصیت‌های دیرینش را با پذیرایی روحیه زمان نو سازگار کرده امروز آن مورد اعتراف جهانیان قرار گرفته است. نسل جوان دوران نو از این پدیده‌های امیدبخش آرزوی امیدهای زیاد دارند، زیرا زنده و جاودان ماندن عنعنه نیاگان بقای هستی ملت را نشان می‌دهد. هفت‌سین خوان نوروزی است که در جشن نوروزی با مواد گوناگون از جمله با 7 نمود چیزی که با حرف فارسی سین شروع می‌شوند آرا و زیب زینت داده خواهد شد: سنجید، سبزه، سماق، سیر، سمنک، سکه و سرکه. بجز مواد مذکور روی سرفه نوروزی صرف آب با ماهی سرخ، آینه، شمعدان، خشکبار و تربار، شیرینی، تخم مرغ و دیگر خوراک و غذاهای لذیذ گذاشته می شدند. البته در عهد قدیم گزینه‌های یعنی واریانت‌های دیگر هفت‌سین به مثل هفت‌شین و هفت‌میم وجود داشت.